سلام به شما همراهان همیشگی کانال دانستنی‌ها و حقایق. با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. در قسمت اول از مکانهای مرموز روی زمین به 2 جزیره پرداختیم که داستانهای عجیب و مرموزی را در خودشون پنهان کرده بودند. در این قسمت به 3 مکان مرموز دیگه روی زمین میپردازیم که همچنان تاریخی پر رمز و راز دارن و شاید چیزهایی رو از ما مخفی کرده باشن. برخی از اسرارآمیز در این مکانهای جهان جاهایی هست که ممکنه پاسخ و سوالاتی رو در خودشون جای بدن که باستانشناسان و مورخان را متحیر کنه و به گذشته باستانی ما نگاه کنن. این مکانها زمانی برای تمدن اولیه ضروری بودن اما به دلایل امروزه متروکه و فراموش شدن. یکی از این مکانها موهنجودارو در پاکستان امروزی بود. موهنجودارو یکی از مهمترین شهرها تمدن‌های دوره هندوست، اما ما تقریباً چیزی در مورد اون نمیدونیم. اعتقاد بر اینه که بین 2500 تا 1900 سال پیش از میلاد مسیح اینجا در اوج خودش بوده و مردمی که در آنجا زندگی میکردن سیستم زهکشی پیچیده‌ای داشتن. شهری با طراحی پیچیده از آجرهای پخته شده ساخته شده. اینجا تقریباً همزمان با پادشاهی قدیمی مصر و صدها سال قبل از فروپاشی عصر برنز بوده. اما هیچ معبدی در این شهر وجود نداره. بدون هیچ معبدی یا هیچ اشاره‌ای به پادشاهان یا ملکه‌ها، تاریخ نویسان به سختی میتونن اطلاعاتی از نظام حکومتی در این شهر به دست بیاورن. واضحه که اینجا یک سیستم وجود داشته، سفال و ابزار استاندارد شده بودن و هنوز مهرهای گلی رمزگشایی نشده نشون میده که تجارت کنترل شده ای وجود داشته. نظریه ای هست که میگه موهنجودارو میتونه یک شهر و دولت شبیه به دولت یونان باستان باشه، اما رمز و راز واقعی این شهر اینجاست که موهنجودارو در زمان خودش رها شده. در مطالعات باستانشناسان دیده میشه که شهر ناگهان رها شده و مردم حضورشون رو در شهر به نوعی به جای کمرنگ شدن ناپدید شده. برخی محققان بر این باورند که شهر زمانی در حدود سال 1900 پیش از میلاد فرو ریخته، چرا که این دوره زمانی برابر با رویداد 4.2 کیلویر بوده. این رویداد یک خشکسالی 100 ساله بین سالهای 2200 تا 2100 قبل از میلاد اتفاق افتاده، اما مردم موهنجودارو از این رویداد جون سالم به در بردن. مصر و تمدن‌های حوزه مدیترانه تازه در حال رشد کردن بودند، ولی موهنجودارو مسیر دیگه‌ای رو در پیش گرفته بود. یک فرضیه میگه که این 2 عامل به هم مرتبطن. در همین زمان بود که مردم اوریون به شمال هند اومدن. برای مدت طولانی هم تصور میشد که متون الهی بعدی که به خدایان هندی که دشمناشون اون رو بیرون آوردن اشاره میکنه. این اشارات میگن که ممکنه به حمله به موهنجودارو اشاره داشته باشه. در حفاری‌های منطقه‌ای بقایای اسکلت‌هایی در وسط خیابان شهر دیده میشه. همین شواهد نشون میده که انگار حملاتی ویرانگر درون شهر رخ داده و شهر به شکلی مورد تهاجم غریبه‌ها بوده که بعد از نابودی به یک باره مهاجمین غنایم رو برداشتن و اونجا رو ترک کردن و هیچ کس رو هم زنده نذاشتن. اما از اون زمان تحقیقات این نتیجه رو زیر سوال برده، چون هیچ مدرکی دال بر سلاح یا زهره‌ای وجود نداره. یک فرضیه دیگه عنوان میکنه که دلیل وجود بقایای انسان رها شده در وسط شهرها اینه که اینجا قبلا قبرستان بوده و اسکلت‌ها همون جسد مردم هستن که به شکل صحیحی دفن شده، اما بعد از سالها مجدد روی قبرستان یک شهر جدید ساختن. بر اساس مشاهدات باستانشناسی گفته میشه اگر چنین چیزی صحت داشته باشه، حداقل 3 دوره در ساخت موهنجودارو وجود داره که هر بار شهری بالای شهر دیگر ساخته شده، اما تمام اینها همچنان فرضیه است. ما از اینکه واقعا اینجا چه اتفاقاتی افتاده بیخبریم. ممکنه حمله ای از سوی دانشمندان باشه، ممکنه شهری بر روی یک شهر یا هر چیز دیگه ای، اما چیزی که مسلمه اینه که اینجا خانه ارواح تمدن‌هایی است مدت‌ها پیش از بین رفتن. یکی دیگه از مکان‌های اسرارآمیز روی زمین شهر شیطان در چینه که در صحرای گوبی واقع شده. با اتمسفر وحشتناکش داستان‌های مختلفی رو هم همراه کرده. مکانی برخواسته از دشت‌های خشک،
کوههای سر به فلک کشیده که گفته میشه شبیه قلعه ها، ساختمون ها و حتی چهره شیاطین هستند. این سازه ها ساخته دست بشر نیست. این مکان زمانی بستر دریاسه باستانی بوده و میلیون ها سال فرسایش شکل های عجیب و غریب امروزی را به جا گذاشته. اما علیرغم اینکه این مکان یکی از غیر مهمان پذیرترین مکان های آسیاست، در که منطقه بسیار دور افتاده هم قرار داره. اسم این مکان موگوی چنگه. هر ساله بازدید کنندگانی رو از سراسر جهان به خودش جذب میکنه، در حالی که مناظر شگفت انگیز هستند. این صداهان که توجه مردم رو به خودشون جلب کرده. این صداهای مرموز به این مکان جان داده. انگار واقعا یک زندگی در این مکان جریان داره، ولی هیچ کس در اینجا زندگی نمیکنه. گفته میشه با نسیم ملایم صدایی شبیه ساز گیتار شنیده میشه و تا حدودی دلنشین، اما در طوفان‌های شدید صدایی مثل غرش ببرها، فیل‌ها و فریاد و گریه زنان و کودکان به گوش میرسه. هرچه طوفان بدتر باشه صداها بدتر میشود، تا زمانی که بازدید کنندگان به طور کامل در ترس فرو میرن. در مناطق شبیه به اینجا با حرکت باد در میان سنگ‌ها و حفره‌ها شنیدن چنین صداهایی طبیعی به نظر میرسه. اما اگر صدای این منطقه را شنیده باشید متوجه میشین که صداهای ترسناک این مکان هیچ شباهتی به سایر نقاط طبیعت نداره. اینکه چه چیزی باعث ایجاد این صداها میشه مسلما فراتر از باده و همچنان یک راز افسانه‌های محلیه. میگن موجودات ماورالطبیعی مکثرن، موجودات پریمانند مسئول صداهایی هستند که در هوا خوب به گوش میرسه و همچنین این پریها مسئول سنگ‌های رنگارنگ زیبایی هستند که در صخره‌ها دیده میشه. از طرف دیگه ارواح و شیاطین مسئول صداهای وحشتناکی هستند که با طوفان‌ها به وجود میاد. از زمانی که این مکان وحشتناک توجه بین‌المللی رو به خودش جلب کرده، تعداد ویدیوهای جعلی هم از اینجا زیاد شده. ویدیوهایی که صداهای عجیبی به پرندگان نسبت میده و چیزهای عجیبی که به صورت جعلی به ویدیو اضافه میشه. در یک مورد مقامات چین 4 نفر را به دلیل تهیه یک ویدیو ساختگی دستگیر کردن. این موضوع نشون میده دولت همچنین روی این مکان حساسه، اما شرکت‌های رسمی توریستی موگوی چین رو به عنوان یک مکان عجیب برای بازدید کنندگان تبلیغ نمی‌کنن، بلکه اینجا رو یک مکان آروم و زیبا میدونن، در حالی که به احتمال زیاد صداها به نوعی فراتبیعی هستند. واقعیت اینه که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقاتی در این منطقه در جریانیه. مکانی چند هزار ساله در پرو به نام ساکسیومن در حاله از رمز و راز پنهان شده. این منطقه داستان‌هایی از فرازمینی‌های باستانی با خودش به همراه داره. این قلعه قدیمی چنان استادانه ساخته شده که حتی امروز هم ما دقیقاً نمیدونیم چطور ساختنش. این مکان بین کوه‌های پرو قرار گرفته و برای مردم امپراتوری اینکا اهمیت معنوی زیادی داشت و همه چیز از معابد و زیارتگاه گرفته تا مناطق مسکونی و قنات رو در خودش جای داده بود. به اندازه کافی بزرگ بود که هزاران نفر رو پوشش بده و احتمالاً جایی بوده که مردم شهرهای مجاور رو در جریان رویدادهای معنوی مهم اونجا جمع بشن. اما چیزی که این مکان را مرموز کرده اتفاقات درونیش نیست، بلکه نحوه ساخت و سازشه. امروزه تمام بقایای اینجا سنگ‌های بزرگی هستند که زمانی قلعه قدرتمند اینکاها رو تشکیل میدادن. اونقدر قدرتمندن که برای فاتحان اسپانیایی بزرگتر از اون بود که بتونن به راحتی حمله کنن. هنگامی که اسپانیایی‌ها با بدبختی فراوان به این منطقه چیره شدن، سنگ‌ها رو برداشتن و سنگ‌های کوچکتر برای ساخت ساختمان‌های دولتی و مذهبی خودشون استفاده کردن. اما سنگ‌هایی که الان باقی موندن به ما دید کلی به آثار الهام بخش سازندگان اینکا میده. سنگ‌ها به قدری به هم چسبیدن که حتی یک تیکه کاغذ هم نمیتونیم بین اونها قرار بدیم. هیچ ملاتی برای کنار هم گذاشتن این سازه ها وجود نداره. فقط دقت در چینش این سازه بزرگه که چنین هیبتی رو شکل داده. در دورهای مختلف تاریخ از زلزله جون سالم به در برده و در مواقع جنگی
سنگر خوبی هم برای مردم محلی بوده. اینکه چطور اینکاها تونستن سنگ‌ها رو به خوبی به هم بچسبونن چیزیه که باعث شده مردم در حیرت باشن. یک فرضیه میگه که مردم سنگ‌ها رو تا نقطه ذوب گرم کردن و به این شکل که امروزه هست روی هم قرار دادن و در اومده. البته که این روش غیر ممکن نیست، ولی با توجه به اندازه سنگ‌ها و تعداد زیادشون کار بسیار سختی برای مردم اون زمان بوده و به عقیده خیلی ها همین روش ساخت و ساز رو فرازمینی‌های باستانی به مردم بومی یاد دادن و در قرار دادن سنگ‌ها روی هم کمکشون کردن. مسلماً ما هیچ ایده‌ای از نحوه ساخته شدن این قلعه نداریم، ولی همونقدر که بزرگی عظمت اینجا ترسناکه، زندگی کردن هم در زمان خودش مرموز بوده. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و به جمع ما بپیوندید. تا ویدیوی بعد، بدرود.